در شهر سانت پتربورگ روسیه یک مهاجر تاجیک یک تاجیک دیگر را در قبط 39 ساختمان لخت سنتر کورت زده است. بنا به اطلاع مایک 78 روز سهشنبه 29 مارس ساعت 13:25 دقیقه به پلیس درباره حمله با کورت در بنای لخت سنتر در خیابان لخت بنای رقم 2 خبر داده است. کارمندان پلیس به جای حادثه رفته معاین کردند که تقریبا ساعت 13 یک شهروند 30 ساله تاجیکستان هنگام انجام کارهای ساختمانی در قبط 39 بنا با یک شهروند دیگر نیز 30 ساله تاجیکستان برای پول قرض وارد مناقشه شده با طلب پولش او را لطکوب کرده است و هم کورت زده است. جبر دیده را در حالت وزنین به بیمارستان بردند. طبیبان در بدن او جراحت کوسه‌خانه مغز سر، زخم‌های زیاد خلنده و برنده در نوعه کوسه‌خانه سر و آسیب مغز سر را تشخیص کردند. در رابطه با این حادثه با اتهام سوء قصد به کشتار بر اساس ماده 3 قسم 3 و ماده 105 قسم 1 کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون از 6 تا 15 سال زندان تهدید میکند. به ضد مهاجر دستگیر شده همچنین بر اساس قسم 5 ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه برای ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه پروتکل ماموری نیز ترتیب دادند. گفته می شود که او در پتربورگ ثبت نام نداشت. مهاجر دستگیر شده را در بازداشتگاه جای کردند. لخت سنتر مجموعه بناهای عبارت از 87 قبط است که در شهرک تاریخی لخت در نویه پریمورسک شهر سانت پتربورگ ساخته می شود. قرار است در آینده دفتر اساسی شرکت بزرگترین روسیه گازپروم در همین بنا جایگیر شود. لخت سنتر بلندترین بنای آسمانبوس در اروپا شمرده می شود. ساختمان آن هنوز ادامه دارد.